یاران همیشگی، مسلمانان نمازگزار، خواهر و مادری که آوازم را به وسیله بلندگو سماع می‌فرمایید، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خالق اقدس را نهایت شاکر و سپاسگزاریم بابت نعمت ارزنده و بی‌منتش که همیشه شامل حال همه ایمن و شما گناهکاران می کند. جای سپاس و شکرگزاری هست به الله متعال. آمدن در مسجد، ادای 2 رکعت فریضه واجبه نماز جمعه، این توفیق هدایت لازم دارد، توفیق هدایت می خواهد. الله متعال این توفیق و هدایت را برای هر کی ممکن عطا نکند. شما بندگان خاصی الله هستین. الله متعال همه شما را دوست دارد که همیشه توفیق ادای نماز جمعه را خداوند متعال برای من و شما عنایت می فرماید. جای دارد که شکرگزار و سپاسگزار باشیم. دوستان عزیز، موضوعی که امروز در موردش می خواهیم صحبت بکنیم، اتفاق رمز موفقیت، اتفاق کلید وحدت، تفرقه میدان پیروزی شیطان. همین 2 جمله عنوانی هست که روی همین موضوعات، روی همین عنوان امروز من و شما بحث و صحبت می داشته باشیم چند لحظه. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه از جانب الله متعال سفیر و رهنما، رهبر و هدایتگر برای امت مسلمه تعیین گردد، قبل از آن ظلمت و تاریکی، مشکلات، عناوین مختلف جامعه امت بشر را فرا گرفته بودند. از یک طرف قبیله گرایی، از دیگر طرف تعصب لسانی، از دیگر طرف تعصب مادیات، از دیگر طرف ارزش گرایی. کسی خود را از آدرس پول و پیسه از یکی بالا میدانه، کسی خود را از آدرس یک قبیله که قبلا سرمایه‌دار و زمامدار بودن از آن آدرس خود را بالا میدانند، یک کسی از آدرس عناوین مختلف خود را بالا و بلند میدانستند. زمانی که الله متعال حضرت رهبر بشریت، منجی عالم بشریت، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم را در سرزمین مکه معظمه بر پیامبری برای هدایت بشر مبعوث فرمودند، زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پا در عرصه رهبریت گذاشتند، برای همه و همه، برای همه ملت، از غرب گرفته تا شرق، از جنوب گرفته تا شمال، در همه اطراف و اکناف سرزمین الله متعال تنها و تنها یک اعلان کرد که همه ایتان بنده الله متعال هستین. هیچ کس نه عرب از عجم بالایی داره، نه عجم از عرب بالایی داره. تنها و تنها یگانه چیزی که به نزد الله متعال محبوب هست، یگانه چیزی که انسان را به خدا نزدیک میکنه، یگانه چیزی که رضایت الله را برای انسان نصیب میکنه، یگانه چیزی که در بالای امتش رسول گرامی صلی الله علیه و سلم راضی میشوند، اون تقوا، خدا ترسی، وحدانیت پرستی الله متعال. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که خداوند متعال از فوق آسمان فرمان صادر میکند، مکرم ترین شما به نزد خالق ابدیتتان تنها و تنها کسی است که به الله متعال میترسد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی هست که از خدا حذر داره، کسی هست که محرمات الله را محرم می‌داره، کسی که منهیات الله را منع می‌داره، کسی که حلالی که الله فرموده حلال می‌دانه. یگانه کسی که به نزد خداوند متعال نزدیک هست، مکرم هست، مقرر هست،
مورد پذیرش هست، تنها و تنها همین نکته و همین ویژگی را باید داشته باشند. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد همه را در یک صف استاد کردند، در یک ردیف همه استاد شدند. او کسی که پادشاه هست، او کسی که وزیر هست، او کسی که رعیت هست، هر او کسی که هستند همه در یک ردیف در یک صف قرار گرفتن. فقط کسی که به نزد خداوند متعال نزدیکی دارن، ارزش و اهمیت داره، او کسی که است الله را میشناسه، به الله نزدیک هست، ترس الله به قلبش هست، ترس الله در بالای خانواده و فامیلش هست، ترس الله در بالای منطقه اش هست. تنها و تنها این انسان به نزد الله متعال نزدیک می باشد. گفتیم وحدت کلید موفقیت امت اسلامی و تفریقه میدان پیروزی برای شیطان هست. الله متعال با آیه متبرکه مهربانی میکند واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید شما بر اسمان الله متعال ولا تفرقوا، تفریقه ایجاد نکنین، اختلاف ایجاد نکنین در وسطتان. در جامعه اختلاف و تفریقه را هرگز راه ندهین. این فرمان هست، این امر هست از جانب الله متعال. ای امت اسلامی، ای جوانی عزیز، ای محاسن سفیدان بزرگوار، خداوند متعال از فوق آسمان برای همه من و شما هدایت میکند که ای بنده من، ای کسی که خدا را به وحدانیت میشناسی، ای کسی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را من حیث پیامبر قبول داری، ای کسی که در زیر لیوای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زندگی میکنی، چنگ بزنید بر اسمان خداوند متعال، چنگ بزنید بر اسمان الله، اور اسمانی که هیچ وقت کنده نمی شود، اور اسمانی که هیچ وقت خطا نمی خوره، اور اسمانی که هیچ وقت انسان وقتی که محکم بگیره به طرف گمراهی نمی روند، انسان گمراه نمی شوند. خداوند می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه ایتان یک جای بر اسمان الله متعال چنگ بزنید، تفریقه در میان امت ایجاد نکنین، اختلاف در میان منطقه ایجاد نکنین، تفریقه در میان کشور ایجاد نکنین، اختلاف در میان کشور ایجاد نکنین. چرا؟ یگانه سودی که از تفریقه، یگانه فایده‌ای که از آدرس تفریقه برایش میرسه او دشمن هست، یگانه فایده‌ای که از تفریقه برایش میرسن او شیطان هست. بجز از شیطان احد من الناس در روی زمین از اختلاف و تفریقه در یک جامعه هیچ سودی برده نمیتوانند. انسان باید در قبال جامعه، انسان باید در قبال اسلام، انسان باید در قبال اوامر الله متعال، انسان باید در قبال فرامین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را طور آمده بسازد که نه ضررش بر جامعه برسد و نه ضررش بر ملت برسد و نه ضررش بر کشور برسد، نه ضررش بر دین برسد، نه ضررش بر اسلام برسد، نه ضررش بر خود انسان برسد. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در دین اسلام ضرر رسانیدن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث مهربانی میکنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمانی واقعی، کلمه گوی واقعی، اسلام پذیری واقعی فردی میباشند که هیچ کسی احد من الناس از زبان او اذیت و آزار نشوند، یعنی از زبان او باید سالم بماند. الله متعال فرمود که چنگ بزنید شما بر اسمان ناگسستنی الله متعال. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث مهربانی میکنه، میگه اسمان الله متعال همانا 30 سپاره قرآن عظیم شان هست که شما ملت اسلامی با آن ایمان دارید، همان قرآن عظیم شانی هست که شما در خانه هایتان نگاه میکنید، همان قرآن عظیم شانی هست که شما طفلک های خردترکتان را در اوایل جوانی برایشان آموزش میدهین، یاد میدهین. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما بر اسمان الله چنگ بزنید. به اسمان الله یک طرفش میگه به دست بلاکیف خداوند متعال است، یک طرفش به طرف زمین آسمان هست که اویزان هست، مراد از آن قرآن عظیم شان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر وقتی که امتی ما به این اسمان بلاکیف الله متعال چنگ بزند هیچ وقت زمان گمراه نمیشوند، هیچ وقت زمان
گمراه نمی شود، به طرف ضلالت نمی روند، به طرف بربادی نمی روند، به طرف نابودی نمی روند. دیگر پیام این حدیث ای هست. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود که وقتی بر اسمان الله چنگ زدی گمراه نمی شوی. یعنی اگر تو امت محمد رسول الله هستی به طرف گمراهی نمی روی. وقتی که بر اسمان الله چنگ زده اختلاف در میان جامعه ایجاد نمیشه. و یعنی وقتی که تو امت واقعی محمد رسول الله هستی در میان جامعه در یک کشور اسلامی اختلاف را نمیدی، تفرقه افغانی نمیکنی، تفرقه را ایجاد نمیکنی. یعنی هر جایی که شریعت مقدس اسلام پایدار باشه، هر جایی که امتهایش به دین احترام داشته باشه، به اسلام ارزش بگذارن، به قرآن ارزش بگذارن، او جامعه خدایی هست، او جامعه پیامبری هست، او جامعه اسلامی هست. هیچ مشکلی در آن جامعه نمی باشند، هیچ مشکلی در آن جامعه پیش نخواهد آمد و هیچ مشکلی در آن جامعه بروز نخواهد کرد. امت اسلامی، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما بر اسمان بلا کیف الله متعال چنگ بزنید که مراد از آن قرآن هست. یعنی زمانی ما با قرآن چنگ میزنیم که به قرآن عمل بکنیم، قرآن را دستورالعمل زندگی خود قرار بدهیم. هر او چیزی که قرآن عظیمشان برای ما میگه از جانب الله متعال او را بپذیریم بدون کدام کم و کاستگی. او را باید ما بپذیریم. اتفاق و وحدت در میان جامعه امت اسلامی یک نعمت ارزنده خداوند متعال هست که این نعمت را نه به پول خریده میشه، نه به مقام خریده میشه، نه به منصب خریده میشه، نه به پادشاهی خریده میشه، نه به وزارت گرفته میشه، نه به ولایت گرفته میشه. هیچ مقام و منصب و هیچ دارایی و هیچ چیزی در دنیا این نعمت ارزنده الله متعال را بر جامعه اسلامی فراهم کرده نمیتواند. الله متعال چیزی با میفرماید فالف بین قلوبکم، میگه یاد داشته باشین او زمانی را که خداوند متعال در قلبهای شما الفت و صمیمیت و برادری را انداختن. قبل از اینکه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بر پیامبری مبعوث شوند، قبیله به نام اوس و خزرج در مدینه منوره سالهای متمادی در میان خودشان دشمنی داشتند. همیشه خونریزی میکردند. زمانی که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم آمد این دشمنی را تبدیل به برادری کردند، این دشمنی را تبدیل به اخوت کردند، این تفریق افغانی را تبدیل به وحدت کردند. دیروز در مقابل همدیگرشان شمشیر میکشیدند، دیروز خون همدیگر را میریزاندند. با برکت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به برکت دین مبین اسلام و به برکت قرآن عظیمشان امروز در عقیب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم جوان و پیر و کهنسالشان همه ایشان یک جای جمع میشه، نماز اقتدا میکنه، نماز میخوانه. این برکت دین مبین اسلام بود. الله متعال میگه این نعمتی که از جانب خداوند متعال بر شما رسیده، این نعمت را شما به باد فراموشی نگیرین. اتفاقی که در میان جامعه امت اسلامی هست، وحدتی که در میان جامعه امت اسلامی هست، این همه نعمت ارزنده از جانب خداوند متعال برای شما رسیده. با چی سیستم؟ به خون صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم، به خون مجاهدین کرام، به خون فرزندان واقعی امت اسلامی این وحدت برای امت اسلامی در جامعه اسلامی رسیده است. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. خداوند متعال میگه این نعمت هیچ وقت زمان به پول و دارایی و مقام و منصب و اینها نمیتوانید که شما خریداری بکنید. الله متعال در دیگر آیه متبرکه می فرماید وقتی که شما در میانتان تفریقه ایجاد کردین، وقتی که شما در میانتان اختلاف ایجاد کردین، فتفشلوا و تذهب ریحکم. الله متعال میگه شما سست میشوین ای امت اسلامی. هیبت و صلابت و شان و شوکت و عزت و قدرتی که شما در میان جامعه کفر دارین همه از دستتان می رود. بله امروز ملت های مسلمان همه وحدت و اتحاد را کنار گذاشتن. یگانه چیزی که
مورد پذیرششان هست. یگانه چیزی را که دوست دارم منافع شخصی هست. در قبال منافع شخصی حتی از جان خود هم میگذره. از یک آدرسی که 5 روپیه درآمد باشه شخصا به جیب خودش، اینجایی که 1 لک درآمد منافع یک قریه، یک منطقه، یک ملت است، از 1 لک میگذره، همون 5 روپیه را محکم گرفتگی است. این خو اخوت نمیشه، باز این خو وحدت نمیشه، این خو اتفاق نمیشه، این خو همگرایی نمیشه. الله متعال در دیگر آیه متبرکه به طور عام میفرماید یا ایها الناس، ای انسان ها، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل